سلام به همه دوستان، خسته نباشین. الان در حال حاضر میخوام طریقه درست کردن ایمیل جیمیل رو بهتون نشون بدم. ابتدا وارد صفحه اینترنتیتون میشین، نگاه کنید. من صفحه اینترنتم رو وارد میشم، مثلا MSN وارد صفحه هم شدم. سپس توی این صفحه اینترنتی که دارم انجام میدم، توی این قسمت آدرس بار کلمه gmail.com رو میزنم. اتوماتیک وار سیستم شما رو هدایت میکنه به یک صفحه‌ای که مربوط به خود سایت گوگل هستش. به این شکل ملاحظه بکنید. سپس من create account رو میزنم دوستان. این دکمه یا این دکمه یا حالا فرق نمیکنه، من همین دکمه بالایی رو انتخاب میکنم، create account میکنم. سپس در اینجا یه پروفایل بسیار ساده برای شما ظاهر میشه. اولین اتفاقی که میفته ازتون اسم و فامیل رو میپرسه. من اسم رو میزنم به نام رادین، last name رو میزنم نوپرست. سپس اولین جیمیل رو به این صورت درست میکنم، رادین نوپرست. نگاه کنید، هیچ اسپیسی، هیچ چیزی بینش نمیذارم. شما این رو که بذاری انجام میشه. سپس من پسورد مورد نظر خودم رو درست میکنم. وقتی که بزنید بچه گزینه نکست رو باید بزنید. تو این لحظه اون موقع برای شما ازتون میپرسید، چک میکنن ستون ببینه شما تو کجا هستی. تو این قسمت که مشاهده میکنید ازتون میپرسید که شماره تلفن موبایلتون رو بدید. این شماره تلفن موبایل بسیار مهم هستش تو درست کردن اکانت جیمیل. به خاطر این مهم هستش که اگه شما پسوردتون رو یادتون رفت میتونید از طریق شماره موبایلتون بازیابی کنید. من شماره موبایل رو میزنم. سپس این ریکاوری ایمیل آدرس برای این همین حالت موبایل ولی به صورت ایمیلیه. بهش میگن آلترنیت ایمیل، یعنی ایمیل پشتیبانتون. من ایمیل پشتیبان یکی دیگه‌ای که دارم رو براش میزنم که اگر گم شد یا پسوردش فراموش کردم رو بزنم. اصولا ماه و سال و روزی که انتخاب میکنید کاری نداره. شما به راحتی میتونید بر اساس همون ماه و تاریخ روز میلادیتون که وجود داره اون رو انجام بدید که بیشتر تو پاسورداتون نوشته شده. جنسیتم رو بچه اینجا چند تا جنسیت داره، خانوم، فیمیل، میل آقا و اون دوتایی دیگه هم که برای جنسیت های مختلفی هستش که حالا میگه اگه دوست دارید نمیخواید بگید یا اینکه مثلا دو جنسه هستن دیگه، چیزای خیلی خاصه که یه سری اونجا براشون مطرحه ولی تو ایران برامون مطرحه. ما جنسیت رو تعیین میکنیم، نکست رو میزنیم. سپس میاریم گزینه بعدی آی اگری رو میزنیم. بچه‌ها اتوماتیک وار برای من چیکار میکنه دوستان؟ کریت اکانت، نگاه کنید آدرس رو این بالا نگاه کنید، میزنه کریت اکانت کرد. کریت اکانت که برای من کرد دقیقاً اینجا اتوماتیک وار یه جیمیل برای من درست میکنه. باز میشه صفحه آدرس ایمیل جیمیل من. این آدرس جیمیل شما بسیار بسیار مهم و حیاتی هستش برای درست کردن و کار کردن یه آینده شما که هرچی تیکت میزنید، هرچی میخواین حتی پرداخت بکنید، حتی میخواین تراکنشتون انجام بدید، میتونید آدرس ایمیل رو پایین بذارید که براتون یه رسیدش اتوماتیک وار ایمیل بشه برای شما روی آدرس ایمیل ها رو هم میتونید روی گوشیتون نصب کنید، هم میتونید روی اسمش هم رو گوشی آیفونی هست، هم رو گوشی اندرویدی هست. هیچ مشکلی تو این زمین نیست. بچه‌ها نگاه کنید، اصولا ایمیل ها یا در داخل اینباکس میاد یا در داخل اینباکس میاد بچه‌ها، یا در داخل اسپم میاد. بهتره شما اگه میخواین همه رو چک کنید بیاید اینجا گزینه آل میل رو بزنید. شما همه ایمیل ها رو تو اینجا خواهید دید. موفق و پیروز و مؤید باشید.